سلام بیایید با هم یه دم پختک بلدرچین مقوی و خوشمزه درست کنیم. هرچی از خوشمزگیش بگم کم گفتم. بلدرچینامونو داخل قابلمه میچینیم تا روی بلدرچینا رو آب میریزیم. یه دونه پیاز زردچوبه به اون اضافه میکنیم و زیرش رو روشن میکنیم تا جوش بیاد. جوش که اومد درشو میبندیم، 20 دقیقه میذاریم نیم پز بشه. وقتی نیم پز شد زیرشو خاموش میکنیم و میذاریم کنار. حالا به تعداد بلدرچینا برنج برمیداریم. برنج رو چند بار میشوریم، آب روش میریزیم، چند قاشق نمک به برنج اضافه میکنیم و میذاریم کنار تا خیس بخوره. بعد چند ساعت برنج رو چند بار میشوریم، آبش رو قشنگ خالی میکنیم تا برنج آب نداشته باشه. حالا بلدرچینا رو از قابلمه در میاریم و با یه پرزون آب بلدرچین رو صاف میکنیم و داخل برنج میریزیم. آب بلدرچینمون باید به اندازه نصف بند انگشت باشه. اگر بیشتر باشه برنجمون له میشه. زعفران دم کرده، نمک اضافه میکنیم. روغن هم احتیاجی نیست چون خود بلدرچین روغن میندازه و آبش روغن داره. زیرش رو روشن میکنیم تا جوش بیاد. تا اون جوش میاد قابلمه‌ای که میخوایم برنج درست کنیم روغن میریزیم. قابلمه رو تکون میدیم تا همه قسمت قابلمه روغنی بشه. نمک، کنج ته قابلمه میپاچیم. حالا بلدرچینامون رو ته قابلمه میچینیم. برنجمون که جوش اومد و آبش تموم شد روی بلدرچینامون میریزیم. با ته قاشق برنج رو صاف و فشرده میکنیم چون میخوایم وقتی برنج رو برمیگردونیم برنج قالبی در بیاد. بعد رو گاز میذاریم و زیرش رو روشن میکنیم. فقط زیرش رو کم کنید تا بلدرچینا نسوزن. وقتی برنجمون پخت برنجمون رو برمیگردونیم و دم پختک بلدرچین ما آماده است.